در کارهای خیر قدری هست و در کارهای گناه جبری هست میگفتن. به چی معنا؟ به این معنا که اگر کاری خیر کند میگفتن که اینو من خودم کردم، اگر کاری گناه کند میگفتن که من مجبور بودم، الله نوشته همین گناه ها به سر من، مجبور من کردم دیگه. درسشو تیار نکرد دیگه. این طلبه گفتنش ممکن که تقدیر بود است که من امروز درس تیار نکنم، تقدیر بود است که من امروز نخوانم. اگر خواندگی باشد میگفت که من خودم خواندم، خستم، حفظ کردم، تکرار کردم، ساعت 2 شب خستم، برای همین امروز درسم خوب سپاریدم. کاری خیر کند خود را قدری میگرفت، کاری بد کند خود را جبری میگرفت. بنابراین این تناقض است. تناقض دلیل فساد است. یعنی یک آدم دو خیل عقیده داشته باشد، دو خیل گپ داشته باشد، یکیش به دیگریش زید، این دلالت می‌کند که همین مذهبش باطل است. خلاصه مسئله تقدیر یکی از مسئله های نازک در عقیده هست.